سلام بیننده ارجمند. در تاجیکستان موسم تیرماهی دعوت جوانان به ارتش ادامه دارد. مسئولان وزارت مدافع تاجیکستان از اجرا شدن بیش از 80% نقشه جلب جوانان به صف ارتش از حساب اختیاریان خبر دادند. ولی بعضی از ساکنان شکایت دارند که فرزندان آنها را مجبوری با اصول سربازشکار و یا به اصطلاح облава به خدمت حربی بردند. در شبکه‌های اجتماعی ویدیوهای نیز نشر شدند که به گفته مؤلفانشان صحنه زوراً به ارتش بردن جوانان را نشان می‌دهد. موضوع برنامه امروز облава یا سربازشکار چرا جوانان اختیاری به خدمت حربی نمی‌روند. برای بررسی این موضوع ما مظفر باباجانوف، حامی حقوق انسان، عضو سازمان دفتر آزادی‌های شهروندی و رهبر تشکیلات والدان سربازان را دعوت کردیم. خوش آمدید. سلامت باشید. همچنان عبدالرقیب قادروف، سخنگوی تشکیلات جمعیتی مددکاری مدافع که قبلا با نام دو صف معروف بود، مهمانی برنامه ما هستند. خوش آمدید. سلامت باشید. و البته با ادعای مقامات امسال صف جوانانی که اختیاراً به ارتش می روند زیاد شده است. آیا واقعا همینطور است؟ شما چی میگویید جناب باباجانوف؟ السلام علیکم. خیلی که ما میدونیم دعوت در اساس فرمان پرزیدنت از 1 اکتبر آغاز شده است و با فکرم علاقه 1 2 اکتبر 5 شهر و ناحیه در جمهوری از روی اجرای نقشه خود را اجرا نمودند. ما فکر میکنم که حقیقتا آن شهروندان دعوت شوندگانی که با خواهش خود حتی بگرفتن دعوتنامه به کمیسریات حربی برای راهی شدن به ارتش، برای خدمت به ارتش اومدن، حقیقتا صفشان به فکر من بسیار در شدند. خب عبدالرقیب، اینجا گفته شد که گویا صف آنهایی که اختیاراً به ارتش رفت زیاد شد. شما میتوانید گویید که چه عامل ها باعث شد؟ مثلا سالهای پیش، دعوت‌های پیشینه بیشتر شکایت از آن زیاد بود که اختیاراً جوانان نمیروند. اصلا من همچون کارمندی که بیوسته با تربیه تا دعوتی جوانان به صف قوای مسلح مشغول است، قریب تا 17 سال است که همین روندی جلب جوانان به ارتش ملی را هم پیگیری میکنم و هم بیوسته در معرکه‌های روز دعوت شونده اشتراک میکنم. این چیم در چهاربینی‌های تا دعوتی که با نام روز دعوت شونده برگزار میشوند شرکت دارم و همچون شهروند باید بگم که در حقیقت اونچه که امسال در دعوت تیرماهی سال 2020 رخ داد این یک پدیده بی سابقه است و در زمان 29 سال استقلالیت در گذشته تاریخی که ما در زمان استقلال داشتیم این پدیده بار نخست همچون یک امر تاریخی واقعی شد. میگوید که هر دو هم میگوید که صف اختیاریان زیاد شد، ما این اندیشه رو فهمیدیم، اما به هر حال облава از کجاست؟ پس چون باز هم از والدان ما میشنویم که میگویند که شخصان نامعلوم به خانهشان زده در آمدند، فرزندانشان را به زوری به ارتش بردند. در تاجیکستان ما облава یعنی یکی از متدهای غیر قانونی دعوت تا حالا هم به چشم میرسد. ما میتوانیم از گفته شما از شکایت و پدر و مادران، از نوارهایی که در سامانهای اینترنت به نظر میرسد از این خلاصه برآوردن ممکن است. فکر میکنم که این متد غیر قانونی облава هست. یکی از سببهایش این به فکر من کاری سستی فرماندهی از طرف شخصان مسئول پس بدون ابروی احترام ارتش و تا حد کفایه اجرا نکردن وظیفه خود از طرف شخصان مسئول از طرف کارمندان کمیسریات حربی می باشد. سال 2014 در یکی از جلسه‌های حکومت جناب عالی رئیس حکومت ما امام علی رحمان نسبت همین متد غیر قانونی облава با کارمندان کمیسریات حربی با وزارت مدافع سخت ایراد گرفتند و باید قید نماییم که از سال 2014 15 16 17 همین این متد غیر قانونی به طور облава کم شده بود، لیکن از سال 19 و همین سال 20 سر کرد همین متد غیر قانونی باز هم بسیارتر شد. این هست تشکیلات ما با دعوت شوندگان مسئله حقوق رایگان میتید و بسیار والدین با ما مراجعت میکنند. در سال 2020 اگر خطا نکنم 5 یا 6 حالتی که با ما در همین باره
این غیر قانونی یک نه به طور ابلاغ به صف ارتش بردن با ما مراجعت نمودن. عبدالرقیب شما گفتید البته که در آغاز که زیاد شد صف اختیاریان بابا جانوف میگویند البته ابلاغ باز هم جا دارد. به نظر شما اول اینکه برای چی به فکر شما اختیاریان زیاد شد و اگر امسال اختیاریان زیاد شد پس شما اعتراف میکنید که سالهای گذشته ابلاغ جا داشت؟ اصلا قبلا در مورد استفاده واژه تاجیکی همین کلمه روسی ابلاغ واژه احاطه‌گری رو استفاده می‌کردن. امروز شما از سربازشکار نام میبرید که چندان مناسب نیست. اما از نگاه فراگیری اگر بگویم من نه تنها همچون یک مسئول بلکه همچون یک شهروند فکر میکنم که ابلاغ سالهای پیشتر همچون پدیده فراگیر جای داشت، امروز نیز جای دارد، اما حالتهای علاهیده. بعدا در مورد تشریح خودی هر یک رخداد باید در علاهیدگی بررسی کرد، زیرا که بسیاری حادثه‌هایی که همچون بازداشت یا همچون سربازشکار، نوارگیری و در شبکه‌ها پخش شدن، آنها درک از پس بودن فرهنگ حقوقی اهالی می‌دهند. هنوز بسیاری‌ها با درک و ماهیت خدمت حربی نرفتند. خدمت حربی این عهده‌داری کانستیتوسیونی است و آن خدمت حتمی حربی است. برای سرکشی نمودن و حاضر نشدن در مثلا جای دعوت یا کمیسیون دعوت که قانونگذاری ماموری جمهوری تاجیکستان و قانونگذاری جنایتی جمهوری اسلام جزا یا جوابگری پیش بینی شده است. اما اون چه حالت‌هایی که اونجا هست اون حالت‌های علاهیده هستند و اونها باید در از مغز و از ریشه بررسی شوند که چه عامل باعث شده است. شاید که مثلا خطاکاری یا گناه بعضی مسئولان باشد، برای که اگر ما درباره خود تشکل کمیسیون دعوت گوییم، در ساختار همین کمیسیون دعوت که راهبری اون را عادتاً رئیسان شهر و نویه‌ها یا که از معاونان آنها به ذمه دارند، نمایندگان چندین مقامات دولتی که خصوصیت نظامی دارند، مقامات وزیر حقوق هستند و مقامات غیر نظامی شامل هستند. و اگر که مثلا حالت‌های علاهیده وجود داشته باشد، نظر به اون که اونا در رسانه‌ها بررسی کنیم و نتیجه حاصل نشود، برعکس مقامات مسئول نظارتی هستند که با روند کاری دعوت نظارت میکنن، به واسطه میتونن اونجا مراجعت کنن. من فکر می‌کنم این مسئله در اونجا حل میشه نظر به شبکه‌های اجتماعی. اگر هدف مثلا تابش سیاسی دادن باشد و تنگ‌جویی باشد، این پهلوی مسئله طبیعی است که وابسته است به دید و خواسته هر یک کاربر در علاهیدگی. شما اینجا ذکر کردید که عهده‌داری کانستیتوسیونی است، یعنی هر شهروند مردانی که به سن و سال دعوتی به ارتش رسیدن اونا عهده دارند که رفته خدمت کنند، اما طور معلوم موافق قانون باید با دعوتنامه آنها به ارتش دعوت شوند. در صورت دعوت نشدن یعنی مقامات های حفظ حقوق حتی سود میتواند این ارتش گریزی اونها بررسی کند، اما ابلاغ در جای نیست، یعنی قانونا وجود ندارد. شما از کلمه احاطه‌گری استفاده کردید، خب شاید این کلمه را هم استفاده کنیم، اما به هر حال خودی تشکیل همین روند جلب مجبوری جوانان از سوی شخصان نامعلوم تا کجا قانونی است جناب بابا جانوف؟ عموما قانون ما نام قانون درباره عهده‌داری عمومی حربی و خدمت حربی، کلمه اختیاری از اون کلمه ابلاغ در قانون پیش بینی نشده است و همه میگن اختیاران رفت. آخر قانون نامش درباره عهده‌داری عمومی حربی، شخصانی که با سبب‌های در قانون نشان داده شده از دعوت به خدمت حربی آزاد نیستند، اونا باید به طور ختمی به خدمت حربی دعوت کرده شوند. این یکم. دیگه مثلا به فکرم من هم یک گفته یک عبدالرقیب کتی راضی هستم که خوب میشید که به فکرم احاطه‌گری نام داده شود، خیلی اینقدر فرق کلان ندارد، برای اینکه ما یک 5-6 سال پیش به نام سابق وزیر مدافع شیرعلی خیرالله همین مسئله که مراجعت کرده بودیم، اونا جواب داده بودن که حقیقتا همین کلمه احاطه‌گری هست و وزارت مدافع کوشش کرده شده است که این مسئله دوم. سوم مسئله، قانون برای همون شخصانی که از دعوت به خدمت حربی سرکشی نمودن چاره‌بینی ها را پیش بینی نموده است. ماده 3 قانون درباره عهده‌داری عمومی حربی و خدمت حربی گفته است که وزارت کارهای داخلی اون شخصانی که باید در قید حربی هستند یا اون شخصانی که در از دعوت به خدمت حربی سرکشی نسبت آنها چاره جوید. در ماده 27 آمده است. من یک تاکید میکنم که در اونجا گفته شده است که اگر با یگان سبب
دادن دعوتنامه غیر امکان باشد، اون وقت در اساس روی خطی که از طرف کمیسریت حربی و شعبه کارهای داخلی پیشنهاد کرده میشد و در اساس این روی خط چاره‌بینی‌های تامین نمودن حاضر شدن دعوت شونده به کمیسریت حربی به دوش کارمندان شعبه کارهای داخلی واگذار کرده میشد. لیکن وقتی که کمیسریت حربی یا چه خیلی گفتن شما دیگر شخصان نامعلوم از کوچه قبیده یا که از خانه‌اش از دخل ناپذیر منزل رو ویران کرده بچه رو گرفته میرن، این قانونشکنی داخل قانون حساب میشد. همین نفرانی که جوانان رو مثلا احاطه میگیرند و میبرند مجبورند، اونا تابع کی هستند؟ اینا کارمندای وزارت کارهای داخلی هستند؟ اینا تابع کمیسریات‌های حربی هستند؟ به هر حال کیا هستند که به خود اجازه میدن جوانان به هر حال از کوچه و از خانه ها بازداشت کرده برند به کمیسریات‌های حربی؟ تحلیل‌ها نشون میدن که اینها بیشتر کارمندان کمیسریات حربی و کارمندان جماعت و سرداران میز حربی میباشند. در اینجا تحلیل نشون میده که کارمندان شعبه کارخانه به این مسئله کمتر مشغول میشن. برای چی؟ به فکر من سبب در اینجا است که نه همه وقت شعبه کارهای داخلی روی خط دعوت شوندگان رو از کمیسریات حربی میگیرند، تا که نه همه وقت کمیسریات حربی همیشه روی خط ها رو پیشنهاد میکنند. برای روی خط رو پیشنهاد کردن اول یک دو سه مرتبه خود آنها باید کوشش کنند که به همین دعوت شونده دعوتنامه سپرده شود، لیکن اون نه همه وقت همین کار رو میکنند و از این لحاظ برای اونها یک دشواری با پیش میاد که همیشه سپیسکه ها رو یک روی خط ها رو آماده نموده به شعبه کارهای داخلی پیشنهاد نمایند. این حقیقتا تحلیل نشون میده که بیشتر غیر قانونی کارمندان کمیسریات حربی، کارمندان میز حربی، کارمندان جماعت ها با این облава یا که احاطه‌گیری مشغول میباشند. یک مشکل ارتش تاجیکستان مهترسالاری و یا به اصطلاح مردمی دیدوشینه گفته می شود. این ادعا هم هست که یک عامل گریز جوانان از ارتش همین است. تا کجا این اندیشه درست است عبدالرقیب؟ تشکیلات مدگور مدافعات در ساختار خود قسم‌های حربی ندارد و بیشتر با تربیت تا دعوتی جوانان مشغول است. یعنی رسالت این تشکیلات همون زمان خاتمه می‌یابد که سنه 1 اکتبر اصلا دعوت شوندگان و اختیاریان در خدمت حربی سفربر می‌گردند. اگر همچون شهروند من بگویم مثلا پدیده مهترسالاری این پدیده امروز نیست، این پدیده دیروز بود. مثلا در ارتش شوروی هم بود، در ارتش پیشرفته آمریکا هم هست، حالت‌های تبعیض هستند، حالت‌های ترکشویی هستند، حالت‌های دیگر هستند. لیکن اگر که با مجموعه کارهایی که مثلا از نگاه تربیوی به خاطر بلند برداشتن مثلا یک سویه روحی روانی هر شخص نگاه کنیم، این پدیده رو به کاهش است. شاید به شما نیز مراجعت کنند جناب بابا جان، شما در این باره چی میگویید؟ آیا همین گونه شکایت ها میگیرید از مردم؟ بله، همین گونه شکایت ها هستند. بهتر یا که چه که میگوییم با ما بسیار مفهومی بهتر دیدفشینه در دوره شوروی در ارتش بود، حاضر هست و امید داریم که در آینده همین نیست میشد. عموما من از سال 2008 قریب که هر سال همچون رئیس تشکیلات جمعیتی ولایت سوخت، رئیس تشکیلات جمعیتی اتفاق والدین سران به قسم‌های حربی سفر میکنند و باید قید کنم که از سال 93 سر کرده روی تاسیسیابی قوای مسلح جمهوری تاجیکستان تا حاضر روز به روز سال به سال شرایط خدمت در قسم‌های حربی بهتر شده ایستاده. لیکن این معنی این را ندارد که دیدشین نیست. برنامه گپی آزاد رو تماشا دارید و ما موضوع облава یا سربازشکار چرا جوانان اختیاراً به خدمت حربی نمیروند رو بررسی داریم. و چند قبل در تاجیکستان انتخابات پرزیدنتی انجام شد. در برنامه یکی از نامزدها به این مقام موضوع جاری کردن خدمت آلترناتیوی هم جا داده شده بود. سالها باز در تاجیکستان موضوع خدمت آلترناتیوی و یا کوتاه کردن مهلت خدمت بررسی می شود، اما تا کنون کاری عملی در این رابطه صورت نگرفت. شما در این باره چی نظر دارید؟ در قانون درباره عهدهداری عمومی حربی و خدمت حربی در ماده 1 که سال 2000 سال قبول شده بود گفته شده است که شهروند می تواند مطابق قانون‌های عمل کننده به جای خدمت حربی خدمت آلترناتیوی گذارد.
در کودکس جنایتی که 1 سپتامبر 1998 قبول شده بود در آنجا گفته بود است که جوابگری جنایتی اویدی سرکشی نمودن از گذشتن خدمت حربی و خدمت آلترناتیو علاقه پیشنهاد شده است. یعنی 22 سال زیاد شد برای جزا پیشنهاد کردن و 20 سال زیاد قریب که 20 سال شد که در اونجا قانون گفته شده است. اما در عمل ما نمیبینیم، یعنی حالا ما نداریم چنین خدمات ارتش. چرا؟ در ما در عین حال قانون درباره خدمت آلترناتیو قبول نشده است. ما با تشکیلات ما هم مسئله که مشغول شده بود و من با یک وکیل خلق در فامیلیا شانزر خودران بنی با یک شخصی از پرزیدنتی با مالداوی سفر کرده بودیم برای آموختن خدمت آلترناتیو و خود من 2 مرتبه با قرقیزستان سفر کرده بودم برای آموختن خدمت آلترناتیو و ما یک لایحه قانون رو عاید خدمت آلترناتیو با پارلمان برای شناخته شدن پیشنهاد کرده بودیم که ما حقوقی به انسان قانونگذاری نداریم، لیکن همچنین پیشنهاد کرده بودیم و بعد از این خودی نمایندگان وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان نیز به قرقیزستان سفر کردند، لیکن با سبب‌های نامعلوم همین قانون پیش نرفته شده است. به فکر من در اینجا از همه شخصان مسئول نسبت به شخصان مسئول وزارت مدافع ممکن که آنها ترس دارند که اگر ما قانون درباره خدمت آلترناتیو رو قبول کنیم میگن دیگر شخصان به خدمت حربی نمیروند، لیکن مطلقا خطا می باشد، چون که تحلیل ها نشان میدهد که در همه دولت هایی که در آنجا خدمت آلترناتیو وجود دارد خدمت حربی نسبت خدمت آلترناتیو جلب کننده می باشد. عبدالرقیب شما چی نظر دارید اگر در تاجیکستان فرض کردیم خدمت آلترناتیوی جاری شود آیا وضعیت بهتر می شود؟ شما چی نظر دارید؟ حاضر در دستور کار مقامات مسئول دولتی چی در سطح قانونگذاری چی در سطح حکومت اجرایی مسئله مثلا روی کار گرفتن یا روی دست گرفتن خدمت آلترناتیو قرار ندارد. از مسئله اساسی که مورد گفتگوی هم سطح جمهوری است هم در سطح علاقه یک لایحه پیشنهادی است و مورد بررسی مقامات قرار دارد. این مورد کم کردن مورد خدمت است تا 18 ماه یا کمتر. اما اگر که ما با همین کم کردن مهلت همچون یک عامل موانعت بخش بگوییم طبیعی است که کم کردن مهلت میتواند که هم اجرای نقشه دعوت را با سرعت بیشتر به راه ماند و هم از جانب دیگر به همون عامل مفصل‌آوری پایین نقطه گذارند. لیکن اگر درباره مثلا خدمت آلترناتیو بگیم مثلا در جمهوری همسایه ازبکستان در قزاقستان این تجربه البته مورد آموزش است، لیکن درباره این نخست باید شرایط فراهم آورده شود که ما تحت خدمت آلترناتیو چی را می‌فهمیم، کار در کجا. مثلا تحت خدمت آلترناتیو در کشورهای دیگر این کار در این یا مکتب مؤسسه طبی مثلا یک خواجگی مؤسسه کشاورزی رو فهمیده میشود، اما در جمهوری تاجیکستان نخست باید ما همین دستوردهای قانونی که تنظیم میشوند باید همین محدوده کار رو روشن کنیم که همون نفری که به خدمت حتمی حربی جلب نمیگردد و خدمت آلترناتیو رو انتخاب میکند او در کجا کار خواهد کرد، او چگونه خدمت رو پیش خواهد برد و از دستمزدی که او میگیرد چقدر مبلغ مثلا و بودجه دولت پرداخته میشود. این مسئله دارد که باید هم از نگاه نظامی هم از نگاه اقتصادی مورد آموزش قرار دهند و من فکر می‌کنم جمهوری تاجیکستان حالا در مرحله آموزش است. عبدالرقیب البته سالها باز همین چیز در مورد آموزش است، گفتگوها هست، مثلا وکیلان پارلمان هم در میان میگذارند، اما چرا خیلی طول میکشد یک اصلاحات ارتش در تاجیکستان به فکر شما؟ مثلا اگر با همون برنامه پیش از انتخاباتی که از نامزدها رواره اونجا درباره کم نمودن مهلت خدمت از 1 سال برای همه مردم سنی دعوت شونده و 6 ماه برای مثلا اونایی که معلومات عالی دارند سخن گفته میشه. اما برای که ما خدمت حربی رو مثلا 1 سال کم کنیم ما باید تیاری تا دعوتی رو پرزور کنیم. برای تیاری تا دعوتی رو پرزور کردن برای مرکزهای تیاری تا دعوتی رو تاسیس دادن در کار. مثلا در مثال روسیه بگیریم، زیرا که سربازی که امروز به خدمت حربی وارد میشود اگر که 2 سال خدمت کند طبیعی است که یک مدت اول خدمت او صرف گذراندن مشغولیت‌های عملی و مثلا تمریناتی با نام درس دوره تعلیمی سرباز جوان صرف میشه. اگر که امروز ما خدمت حربی رو 1 سال کنیم و با هم مرحله آمادگی و تدارکاتی سرباز جوان را گذرانیم طبیعی است که مهلت خیلی کم برای پیشبرد بعد خدمت باقی میمونه. از این خاطر حالا نخست باید ما مرکزهای تیاری تا دعوتی را وسیع کنیم، همچون شبکه‌های وسیع تیاری که امروز همون کورس
سرباز جوان در قسمت نظامی میگذره اون رو از حدود قسم نظامی بیرون آوریم و اون تو وارد شدن به قسم حربی صورت میگیرد. تنها در این حالت امکان است که همین خدمت یک ساله یا یک نیم ساله که پیشنهاد میشد جامعه عمل بشه. خواستم از هر دوی شما نظرتون رو بپرسم که مثلا جوانان بسیاری ها میگن که ما درباره خدمت در ارتش قصه های مثلا حزن‌انگیز شنیدیم، از کمبود خوراک تا کمبود لباس و پایافزال و حتی لطوکوب یکدیگر. فکر نمیکنید که شاید در مجموع شرایط خدمت در ارتش که حالا هست اگر بهتر شود اکثریت حاضر میشوند بیایند و برای دفاع از وطن خود کمر همت گذارند؟ من فکر می‌کنم نظر با عامل‌هایی که شما ذکر کردید بیشتر عامل‌های خصوصیت رفاهی در ارتش، مثلا درباره رفاه اصلا سخن گفتن جایز است، اما ارتش مثلا رفاه در دایره محدود در قالب‌های معین شده پیش بینی می‌کند. لیکن اگر درباره پهلوی احساسی مثلا نگاه کنیم، امروز یک روند خودجوشی بالا رفتنی نیستی تندرستی جوانان به نظر می‌رسد. خود جوانان اختیاراً عضو میشن، حتی پدر و مادران اونها فرزندان خود را با نقطه‌های دعوت می‌آورند که فرزند آنها از محیط تربیتگری قسم نظامی بهره بر شود. اگر ما با پهلوی مثلا رفاهی مثلا نگاه کنیم این چندان درست نیست، زیرا که خدمت حربی یک پدیده مجبوری است. اون پهلوی مثلا سیاسی، پهلوی احساسی، رفاهی و غیره، لیکن مهمترین پهلوی اون پهلوی تربیوی اون است. اما البته شرایط عادی ترینی بود و باشه، زیست و مثلا خوراک و لباس و این چیزها البته باید تامین باشد، نه؟ وگرنه خدمت امکان ندارد. اون شرایط عادی که شما میگید مطابق با همون ریجه خوراک، ریجه خوبی که در قانونگذاری پیش بینی شده است، اینو در قسم واحدهای نظامی به چشم میرسد و یک رابطه بسیار نگسستنی بین جامعه و ارتش به وجود آورده شده است که مثلا بی‌واسطه مثلا چه مهمون شما گفتن اون همچون نماینده سازمان جمعیتی از حدود قسم نظامی دیدن میکنن، برای خود والدین سربازان از قسم حربی دیدن میکنن و چیزی پوشیده امروز در ارتش نیست. بله بیاید عذر از بابا جان پرسم که این کس بسیار همراه والدان سفر میکنند به قسم‌های حربی در منطقه گوناگون تاجیکستان. شرایط بود و باش سربازان چگونه است؟ منظورم خوراک، لباس. خیر مسئله خورد و خوراک با یگان معامله با فکرم نیست. ممکن مسئله سر و لباس به همه باشد، لیکن مسئله همین شما گفتید که مناسبت‌های غیر آیین‌نمایی یکی دیدافشینه، این مسئله هست البته و این یک آبروی احترام ارتش را پس میزند. ممکن دیگر معمایی که باشند که در همین زسته‌های دور قسم‌های سرحدی باشند، لیکن در قسم‌های وزارت مدافع، در قسم‌های دیگر ساختارهای حربی همین خیلی پرابلم‌ها نیست، لیکن پرابلم دیدافشینه هست. من در یکی از همین واقعه‌ها در اول ماه اکتبر با یک 10-12 ژورنالیست‌ها واقع بودیم. وقتی که ما درباره بلند برداشتن آبروی احترام ارتش گپ زدیم، من با اونها سوال دادم که من باوری دارم که همه شما یک سال یا 2-3 سال بعد با فکرم 2-3 متریال مواد درباره همون کمبودی‌هایی که در ارتش هستن نیستن، لیکن شما کدومتون درباره خصوصیتی نیک یا طرف مثبت کمیسریت حربی یا که ارتش نویستانگون همه سکوت شدن. ما باید همه طرفه همه کسا آبروی احترام رو برداریم، آبروی احترام ارتش رو. لیکن همون شما چه که معما گفتید این معما هست و باید ما کوشش کنیم که همین معما رو از بین برداریم. چی معماها هستن معمایی که گفتید؟ مثلا کمبود خوراک و لباس نمیدونم چی است. ما آخرین دفعه سال 2019 رفته بودم، این سال سبب معلوم که رفته نتونستیم که وقتی ما یک قسم حربی 13-4-5 به فکرم واسه رفتیم، پدر و مادران از خواهش کرده که ما میخواهیم انبار آذوقه رو ببینیم. راستی گپ کماندیری وای کمتر خود رو گم کردم. من گفتم هیچ گپ نگفتم، این وای خواهش عادی یگون جوانی. بعد گرفتیم همه کسا در اومده انباری غذایی همون قسم حربی رو دیدیم. باور کنید خودی که با اون برای نمونه تیار کرده بودن. وقتی که پرسان شدیم چقدر سرباز دارد و چقدر خوراک دارد، فهمیدیم که برای خوراک این قسم حربی یگان معما ندارد. من یک چیز رو قید کردنی هستم که در وزارت مدافع قریب که در همه قسم حربی سیخ نانپزی دارند. وقتی که همین قسم حربی میرید نان آنها رو خورید اگر همین بالا زد که با همراه خودمون یک تا دو تا نان میتیان. باور کنید مسئله گرسنگی یا کم بودن غذا
در قسم حربی نیست. در اونجا که ما یک چیز رو باید قید کنم که ممکن در وقت تقسیم کردن غذا به همون سربازی که نه اومد ممکن که بابای کمتر غذا رسد. انا این رو قید کردم. بله اینجا ما مثلا از یک شنونده هم یک شرح هم داشتیم در همین نزدیکی ها که مثلا گفت به برادرش که در ارتش خدمت میکرد گوشت مرغ برد و حتی او همراهانش با استخوان‌هایش خوردن. با این چی میگوید؟ یعنی این گونه حالت ها هست که واقعا گوشت نکشن؟ من این روزی نکی من گفتنی هستم که ما به قسم‌های حربی وزارت مدافعت بسیار سفر میکردیم. همین در کدام قسم‌های حربی وزارت مدافعت بودیم در همه جای سیخ نانپزی. این یک باید قید کنیم که وقتی که سیخ نانپزی است سلطت سرباز یک عمر گرسنه نمیماند. اکنون در همین باز یک گفتنی هستم که در زسته‌های دوری قشون‌های سرحدی ممکن که معما باشد، لیکن در قسم‌های حربی مسئله گرسنگی این نیست، این از بین برداشته شده‌اند. و اینجا میخوام سوال دیگری رو مطرح کنم که مثلا مقامات برای برخی از جوانان قبل از رفتن به ارتش پارچه زمین یا دیگر امتیازها وعده میدهند، اما با عنوان رادیو آزادی گاه شکایت ها میرسند که پس از ختم ارتش با این جوانان امتیازهایی که وعده داده شده بودند داده نمی شود. میتوانید شرح دهید که چرا؟ این مسئله سالهای قبل وجود داشت، همچنین که از شکل‌های هوسمندگردانی و بیشتر از این اصول همون میزهای حربی جماعت‌ها استفاده می‌کردند. امروز هم بسیاری مثلا کمبودی که در دعوت صورت می‌گیرد این در سطح جماعت صورت می‌گیرد، برای که کارمندان جماعت خود شخصان غیر نظامی هستند، اونها بیشتر با این آن رو می‌رند. لیکن درباره اگر که شکل‌های هوسمندگردانی گیریم، این شکل هوسمندگردانی علاقه مال گذشته است. مثلا در طول 2-3 سال اخیر مثلا در تجربه سفربری به خدمت حربی جدا نبودن قطعه زمین مورد بحث نیست. قانونگذاری جمهوری تاجیکستان همین خیلی امتیازها رو به مانند دادن زمین، یکی جدا نمودن حولی استقامتی، یکی خانه استقامتی، یکی رایگان دادن شهادتنامه رانندگی نیست. بله. این هم از گپی بیهوده، این فریب و نیرنگ. چون که با ما یک چند کس همین خیلی مراجعت میکنن که با ما زمین وعده کرده بودن، لیکن وقتی که پسرم خدمت کرده اومد با ما نه زمین میتیند و نه دیگر چیز. از اون جمله لیکن قید کردنی هستم که مسئله زمین به اولی ماه اکتبر یک زن از کانی بادام زنگ زد، حقیقتا وای پسری یگانه‌اش بوده است، با خدمت حربی فرستادند. بعد خیر راست که میخواست است که گرداند، من گفتم علاقه دیر شد، لیکن وای گفت که زن که این حقیقتا قطعه زمین وعده کردن، از روی گفتم زن علاقه قرارش برآمده است. لیکن من گفتنی هستم که این امتیازهایی که آنها پیش میکنن این غیر قانونی، قانونگذاری جمهوری تاجیکستان این رو پیش بینی نکرده است. یک سوال آخرین رو میخوام مطرح کنم. با فکر شما که این سوال به هر دوتون تعلق دارد، چی کار باید کرد که کل جوانان تاجیک البته اختیاراً به ارتش روند و عموما پدیده همین облава و یا طوری که شما میگید احاطه‌گیری از بین برود؟ با یک نکته رو با همه صحبت کنم که موافق قانون جمهوری تاجیکستان درباره مدافع، قانون جمهوری تاجیکستان درباره عهدهداران و خدمت حربی که با ماده‌های علاوه و تشکیلات مددگار مدافع وابسته قرار شدند، تیار نمودن رانندگان و دیگر اختصاصمندان از جمله علاقه‌چی، مکانیک، نشانزن، پاراشوتیست و غیره اساسای مبلغ‌های پیش بینی نموده بودجه دولتی برای اجرای قوای مسلح از حساب جوانان سنی تا دولتی پیش بینی شده است. این مقررات قانونی است. بیننده ارجمند، متاسفانه در پایان برنامه علاقه ما با عبدالرقیب قطع شد و اینجا وقتی برنامه گپ آزاد نیست به انجام میرسد. یادآور میشم در برنامه امروز ما مظفر باباجانوف رهبر تشکیلات والدان سرباز و عبدالرقیب قادروف مسئول تشکیلات مددگار مدافع و یا دوصف شرکت داشتند. تشکر از شما برای شرکت در برنامه و بیان اندیشه ها. تا ملاقات بعدی، خداحافظ.